حسبی الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. امنیت خیلی نعمت بزرگی است، متاسفانه در جامعه اسلامی وجود نداره. در جامعه غیر اسلامی که دیگه کدوم حاکم مسلمان امروز جرأت میکنه بدون 500 تا محافظ بیاد از اینجا به جای دیگه بره؟ نشونم بدید محافظ با لباس و بدون لباس، حاکم اسلامی. ولی عمر رضی الله عنه بر کل دنیا خلافت میکرد. 2 تا ابرقدرت زیر قدمش زانو زدن. تو مدینه وقتی میخواست استراحت بکنه یه سفیر آمده بود از یکی از ممالک دنبال خلیفه و بزرگ مسلمین میچرخید. گفتن دیدیم خلیفه رو ندید، امیرالمومنین ندید؟ یکی گفت که بله دیدم که از شهر خارج میشد، نمیدونم کجا میرفت، به همین مسیر رفت، از همین طرف رفت. وقتی رفتن کسی درخت کناری کهوری دمپایش در آورده زیر سرش کرده، خواب راحت داره میکنه. روز حضرت علی رضی الله عنه در مسجد پیامبر خوابیده بود. مسجد پیامبر خاک بود دیگه، کفش خاک بود، خوابیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این طرف اون طرف تو مسجد پیداش کرد. وقتی پیداش کرد که روی خاک خوابیده، خاک ریخته تو صورتش، رسول الله همطور خاکا رو تمیز میکرد. گفت که قم یا ابا تراب، کنیه حضرت علی ابو ترابه، قم یا ابا تراب، بلند شو. چقدر متواضع بودن. این امنیت از کجاست؟ چند تا سرمایه هست ما ازش غافلیم. وقتی که این سرمایه ها رو از دست میدیم ما ضعیف میشیم. به نظر شما هرچی مال و اموالت زیادتر میشه احساس میکنی که نگهبان بیشتری نیاز دارید؟ سرمایه هایی برای خودمون احراز بکنیم، به دست بیاریم که هرچی این سرمایه ها در ما قوی تر بشه، ما صاحب این سرمایه ها بشیم، به مسئولیت ما و قدرت ما و توان ما و هیبت ما می افزاید. سبحان الله. دیگه کسی چارت نمی کنه. یکی از این سرمایه ها حسبی الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. آیا تو زندگیت نقش داره یا نداره؟ این سرمایه آیا شما دارید یا ندارید؟ حسبی الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. طرف کیف پولیش در میاره، فقط سپهچکاش میشماره. فکر میکنه اینا سرمایه است. حساب بانکیش چک میکنه، پرینت میگیره چقدر چند میلیارد تو حسابمه. حسبی الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. این اگر از تمام وجودت بر بیاد و به خدا اعلام بکنید که الله برای من کافیه، باور بکنی کافی است. این جمله وقتی که با خون و گوشت و پوست و اعتقاد و باور و فکرت و نیتت قاطی میشه، ادغام میشه، بزرگترین توان است، به هیبت انسان می افزاید. 2 تا جمله همیشه باید داشته باشید: الله عزیز، الله عظیم. کل اعتقاد امت اسلامی و بندگان نیک خدا همین 2 تا جمله است: الله عزیز، الله عظیم. اگر الله عزیزترین شد، هیچ عزیزی تو دلت جا نمیگیره که خدا را بیرون بکنه. عزیزترینت اللهه و حاضر میشی که هر عزیزی رو فدا بکنی که اون عزیزترین داشته باشه.
بندگانی بودن که گفتن الله عزیز و واقعا دوست داشتنی شدن. یکی از اون بندگان کیه؟ ابراهیم علیه السلام.